همین دور ما یک گپ میگم همین بازار استراشان دور کو نپرسیدون یک چی معقولم شما نپرسیدون همین پرسیدی و باید خرید به خدا من چند بار دور اومدم همین کارد حواسم رفته یک بدچه کارد فرستادم همین چند بار میکنم در بالا ماندم در دومدومم ایستمیرم همه گیرم چیه شما موژیک میه سودا کده گیره داخلیه 50 سن 15 سن با دو تا گرفتم بخدا اینا من حاضرم میرم استراحتم یا همین خوجا میام کو یگان چیز معقول نشد کو آستا گذشته بس میرم ماشنا ماست گذر میزنم میگم بیا خودتون لفظ خودتون رو میدونید همه کافم جوری من باشه ما میگم سلام علیکم چند پولای گفتیم تو تمام الله اکبر یا پشکا پول میگیرم با ارزان کردی میگه با افسانه میمونه برای فهمیدم همین دیگر خوجا میام برادر خوجانی کردی میام میگم پشت زبان خود کردی پشت گویا من بچه اینترس نیست بو میپرسن رزمی 48 داره پشت کنه من قطعی وای گفتم سوال دایی جرفت برای که همین مردم جنوب سوخت میاد کو همین ای سلام علیکش میفهم سلام علیک نی اگشتنش میفهمه برای که ما مردم جنوب همین میگردن خود خودمون کجای در کار نودرکار درآمده برآمده اینجا میمیدره اکو باشید من یک چیز اکو بگم همین مردم سوخت لهجه شیوای خودش دارن جنوب خطلون کلوب شیوای خودش دارن بدخشان بوتون شیوای خودش دارن که هیچ کنا نمیفهمه این حالی کو سوختی ها بین خودشون گپ میزنن سوختی ها ما واقعا نمیفهمیم به نام خدا و اگر شما تست گپ زدید تون میستیمش گپ کردم یا که خطلون گپ میزنن بین خودشون کو خوجانده نمیفهمن من یک معرکه داشتم خانه در بعد خیلی برادرام دعوت کردم یک چند برادرام ای خوجان اومدن و انا ای کلوب رفتن و شش تا برادر خوجانی هم رفتن بود تاجر ایدا همین او جا بسیار کرد من چی میگم پی باید خورد بعد گپ درباره کی چی کانفلیکت رفته من و رفته کاپیتان زده یافته آوردن دایش گواده پتوفته موندم کلوبی برادر چه اکای بختور بانو میخواد نفهمی چی میگه من بختور پریوان چیدم من گفتم که احتیاط کن کدوم قبضه زده دب دلش رو ورده دبدله شد مایده شد بانو میخواد ایران میتونم ساخته میتونی کدش نمیتونم خلاص که ساعت 12 شب شد برادر کلوبی خیلی چه اکای بختیار من برو رفتم خونه پانوتون بخدو مهمون تیور کن من پگم میام اینا فر میگردم برادر خوجان چه اکای سی گفتم تایاشا کیلومتر فقط تماشا می‌کنم. من خود قصد برای صبح و خطلان و بدخشان و کلاب و